آسیاب خرابه یا خارابا درمان یکی از زیباترین مناطق دیدنی و جذاب توریست ها و گردشگران در آذربایجان شرقی است. چون قبلا در این محل یک واحد آسیاب آبی مشغول به کار بوده و فعلا خراب و ویران است، به نام آسیاب خرابه معروف شده است. آب این چشمه زیبا از ذوب شدن برف‌های سنگین کوه کیامکی که یکی از کوه‌های بسیار بلند منطقه آذربایجان است، تأمین می شود. در مظهر چشمه درختان انجیر و بید رویده و آب پس از طی مسافتی و تبدیل شدن به یک آبشار زیبا که شاید در منطقه و حتی در ایران کم نظیر باشد، در ته دره با یک رشته جویبار به هم پیوسته به سوی دره جریان می‌یابد. در ته دره در دست راست که آبشاران به وجود آمده است، تمام سطوح دیوارها پوشیده از خزه و گیاهان آبزی با منظره‌ای بدیع و هوای خنک آرام بخش اعصاب خسته هر مسافر و رهگذر تازه وارد است. آسیاب خرابه دارای هوایی معتدل و مطبوع در گرمترین موقع از سال بوده و بسیار مورد علاقه بازدید کنندگان خارجی و داخلی می باشد. بقایای آسیاب خرابه آثار تاریخی جالبی است و یادگاری از نوع معیشت و زندگانی کهن مردم این دیار می باشد. در نیمه اول قرن 13 هجری قمری در طول جنگ‌های ایران و روسیه با توجه به قلعه‌ها و استحکاماتی که عباس میرزا در منطقه ایجاد کرده بود، این آسیاب در تأمین آرد قشون ایران نقش مهم و بسزایی داشته است. قبلا در این محل چند باب آسیاب آبی وجود داشت که با استفاده از این آبشار کار می‌کردند، اما در حال حاضر خرابه‌ای بیش از آن باقی نمانده است. به همین دلیل به نام آسیاب خرابه معروف شده است. این تفرجگاه دلگشا در حدود 27 کیلومتری هادیشهر قرار دارد که در نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان در 5 کیلومتری روستای منجنآباد در حاشیه رود ارس واقع شده است.